همه فیسبوک محوی میکنم، همه ستاتوس های شما را میخونم، کامنتاری های بعضی آدم را میخونم. مقصد نسبت همه رهبریت، نسبت کارگرای دولت، نسبت همه مردم هر گپوی قبه میزنین. یکمش نزنین گپو را، دیمش شما مجبورین گپو را بزنین، چون که میگه که یا رب ذکرم روی مرا زرد مکن، از بحر طمع مرا جهانگرد مکن، از سرمه صبر سبز کن چشم مرا، محتاج در خانه نامرد مکن. به خدا قسم همون مردمی که شما خدمت شما میکنین فرمانتون میتن همین گپوی قبه میزنین، باورم کنین همون نامردم. همین یک دهن نانتون میتن مجبورتون میکنن همین گپوی قبه را بزنین نسبت همین دولتدارا و نسبت همین ملت. الکه اوجه بو شما طرف قرغز گشتین، قرغز پشتیشه گرفتین. فهمیدی؟ من شما را یک گپتون میگم، شما غلامی همون خوجگانی هستین که نامردن، ناکسن. امروز شما را مجبور میکنن همه گپا را گپ زنین. با میگم یا رب ذکرم روی مرا زرد مکن، از بحر طمع مرا جهانگرد مکن، از سرمه سبز کن چشم مرا، محتاج در خانه نامرد مکن. امروز شما محتاجین، امروز شما محتاجی همون خوجگانی هستین که شما تاجیکین مجبورتون میکنن نسبت همین ملت نازنین، نسبت همین راهبریت هایی که در حفظ حمایه همین ملتن، در حفظ حمایه همین دولتن، شما گپ میزنین. شما همون شخصایی هستین که مجبورین برای که نانی نامرد خوردی، نامرد چیکارت میکنه؟ نامرد ترا نمیخیده اسپارزت میکنه. التماس شما گپای قبه به معنی نزنین. شما اگر مسلمان باشین، ذره خونی مسلمانگری داشته باشین، این گپا گپ. شما الکه طرف قرغز گشتین. قرغز چیکار داره با دولت ما؟ قرغز اینمی میخواه که منفعت خودش استفاده بره برای خودش. نه که یگون قرغز نسبت ملتش یگون گپ نمیگه. شما پشتی قرغز، پشتی همین خوجگانی بدبختون ملت ما را پس میزنین. توکلتون به خدا. من شما را میگم هر یک چیز جواب و سوال داره، هر یک سخنتون جواب و سوال داره. فردا روز قیامت شما جوابگوین برای همین گپاتون. شاه سایه خداست در روی زمین. غیبت پادشاه، غیبت راهبر جواب و سوال داره در نزد پروردگار. باقی توکلتون به خدا. و میگمتون که شما غلام شخصانی هستین که و نامردن، ناکسن. شما را مجبور میکنن نسبت همین ملت گپای قبه بزنین. فردا روز قیامت شما جوابگوی همین سخنهای خودتونین.